أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب از کتاب ریاض الصالحین تا حدیث 403 را گرفتیم و امروز باشد حدیث 503 را گرفتیم و امروز باشد حدیث 504 را ان شاء الله خواهیم گرفت. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 504 در کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت رهن النبی صلی الله علیه و سلم درعه بشعیر، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با گرو گذاشت. رهنه یعنی که با گرو گذاشت، گرو گذاشت رسول الله صلی الله علیه و سلم. درعه یعنی زرهش را بشعیر در عوض در مقابل جو. و مشیت الى النبی صلی الله علیه و سلم بخبز و شعیر، و بردم میگن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبز و شعیر و احالت سنخت، یعنی که و روغنی تغییر یافته. احاله یعنی روغنی که سنیخه هست. سنیخه یعنی که تغییر یافتگی است، اما روغن آو کردگی تغییر یافتگی. میتونه به امروز بگیم که روغن زرد، روغن زردی که مثلا وقتی که مسکر آو میکنن و روغن زردش میکنن یا نمود تغییر یافته میشود که نمود بوی بگیم ناخوب دارد کو میشود همون رو هم بگیم. یعنی میگن نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نانی جوین و روغن بردم، میگد روغن تغییر یافته. ولقد سمعته یقول، و میگد واقعا شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که میگفت. حضرت انس رضی الله عنه میگد پیغمبر رو شنیدم میگفت که ما اصبح لآل محمد صاع ولا امسا، یعنی که ما اصبح یعنی نبود صبح، یا نبود روزی که صبح شود، شبی که صبح شود، لآل محمدین برای آل محمد، صاع یک سا گندم، ولا امسا و نه بیگه شود. یعنی یگان روز و شب نبود که خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک ساع از گندم یا که از یک ساع از خوراکی باشد. اما ما اصبح لآل محمدین، یعنی نبود روزی که نبود شبی که صبح شود برای آل محمد، ساعون در آن شب یک ساع باشد در خانه پیغمبر صلی الله علیه و امسا و نه بیگه شدگی است. یعنی نه شب و نه روز خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این طور ذخیره نبود. و انهم لتسعه ابیات، انس رضی الله عنه میگه که و هر آینه ویها، یعنی که آل پیغمبر صلی الله علیه و سلم 9 ابیات بودن، 9 خانه بودن. 9 خانه بگیم نفقه شون در گردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، و اما روزی نبود که یک ساع در اون خانه ذخیره شدگی باشد از خوراکه. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی هست. خب این بود حدیث 504. حدیث 505 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت لقد رأیت 70 من اهل الصفه، میگوید واقعا دیدم 70 کسی را از اهل صفه، یعنی 70 شخصیت اهل صفه را دیدم. ما منهم رجل علیه رداء، نبود از بین اونها مردی که علیه بر بالای اون مرد ردا باشد، بگیم جلگ یا جامون چه که بالای لباس میپوشن. یگان تاش میگه ردا نداشتن، یعنی بالای لباسشون یگان لباس دیگر نداشتن. اما ایزارون و اما کساون، هر دو جهتش بود، یا ایزار داشتن شلوار میپوشیدن، و اما کساون یا کیسا، یعنی که بگیم کرته میپوشیدن، پیراهن میپوشیدن. قد ربطوا فی اعناقهم، واقعا میبستن در گردنهایشان، گردنهایشان را میبستن. برای چی میبستن؟ منها ما یبلغ نصف الساقین و منها ما یبلغ الکعبین، بعضی از همون
کرته هاشان یا که ایزوراشان یبلغ میرسید نصف ساقین، به اندازه نصف ساق پاشان، و همین هم یبلغ الکعبین، و بعضشان تا به جلک پا میرسید. فیجمعه بیدیه، پس میگه جمع میکرد بر دستش، همون لباس بر دستش جمع میکرد، یا در بالا گفت که میبستش. برای چی؟ کراهیت ان ترى عورته، به خاطر ناخوب بودنی، به خاطر حرام بودنی که دیده شود عورتش. کراهیت یعنی که حرام و ناجایز بدنی، ان ترى عورته، این که دیده شود عورتش، یعنی عورت چه؟ عورت آشکار کردن که حرام است. می ترسید که عورتش آشکار می شود، از این حساب به دستاش فیجمعه، یعنی جمع میکرد، می قبیدش که عورتش نتابد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 506، و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان فراش رسول الله صلی الله علیه و سلم من ادم حشوه لیف، یعنی میگه که بود فراش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که رخت خواب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، من ادم یعنی پوست را که دباغت میتین، پوست دباغت داده شده را ادم میگن، فهمو؟ پوستی دباغت شده ای که حشوه لیفون، یعنی در داخل اون پوست بگم دباغت میدادند، و بعد میگه در داخل اون میگه لیف بود، یعنی که پوست درخت خرما بود. پوستای خرما را میگرفتن در داخل اون میانداختن، یعنی که به مثل کرپچه و به مثل بالشت امروزه که در داخلش پخته است. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که پوستی دباغت داده شده بود و در داخلش پوست درخت خرما بود، لیف بود. لیف یعنی که پوست درخت خرما. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. یعنی پوست بعد دباغت دادنش ادمش میگن، ادم من ادمین، یعنی که از پوستی دباغت داده شده. خب بعد از این حدیث 507، و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت کنا جلوسا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی میگه بودیم نشسته همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اذ جاء رجل من الانصاری، ناگهان میگه یک مردی انصاری آمد نزدمان، فسلم علیه، پس سلام داد بر وی، ثم ادبر الانصاری، یعنی چند قبل بعد میگه پس از ثمن، پس از گذشتن وقت، ادبر الانصاری یعنی برگشت انصاری، یعنی بگم نیتی سفر کرد، بگم برآمدن کرد. برگشت یعنی که ادبره یعنی که پشت گردونه، یعنی که برای برآمدن پشت گردونه، که میخواست که ببراید. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه در همین هنگامی که میخواست انصاری ببراید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا اخ الانصار، ای برادر انصاری، یا اخ الانصار یعنی که ای برادر انصاری، کیف اخی سعد بن عباده، یعنی چی حال دارد برادرم سعد بن عباده. سعد بن عباده را حالش چی جور است؟ فقال صالح، پس میگه اون انصاری گفت که خوب است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من یعوده منکم، یعنی کی عیادت میکند یا کی به عیادت وی میرود از بینتان. من یعوده یعنی کی به زیارت و عیادت و به خبرگیری وی میرود از بین شما، یعنی که از اصحاب کی میرود. فقام، پس میگه پیغمبر از جویش خست، و قمنا معه، و ابن عمر رضی الله عنهما میگه که من هم همراهشان خستم، و خست ما هم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و نحن بضعة عشر، یعنی که ما زیاده از 10 نفر بدیم، یعنی که از 10 تا 19 نفر همین قدر شخصیت بدیم. ما علینا نعال، یعنی نداشتیم ما پاپوشی، نعال نداشتیم، کفش نداشتیم، ولا خفافون، و همچنین خفاف نداشتیم، یعنی محسی، یا که بگیم امروز بگیم نسکی هم نداشتیم، ولا قلانیسو، و همچنین
کلاه هم نداشتیم، سرکشک ها هم نداشتیم، ولا قمصون و پیراهن های هم نداشتیم، یعنی که پیراهن هم نداشتیم. نمشی فی تلک السباخی، پیاده روی میکردیم ما، میگه در همون زمینی سباخ، زمینی شوره دمیده یا که زمینی پر از شوره. حتی جئناه، تا اینکه ما میگه رسیدیم به نزد سعد ابن عباده. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابه الذين معه. فاستأخر، پس یعنی که قفا ایستادن، یعنی دور افتادن، دور ایستادن، قومش یعنی خیشانش، خیشای سعد ابن عباده میگه دور ایستادن، من حوله از اطرافش، حتی دنا، تا اینکه نزدیک شد میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابه الذين معه، و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم، کسانی که همراه پیغمبر بودن. یعنی که وقتی که خانه سعد ابن عباده که رفتن، در پیش خیشتوارش بودن. وقتی که پیغمبر که دیدن، خیشتوارش یعنی دورتر است، فاستأخر، دور افتادن، قفا ایستادن بگیم، و پیغمبر با اصحابش نزدیکی رفت، نزدی سعد ابن عباده رفت. و ما یعنی که در اینجا چی گفتنی است؟ در اینجا گفتنی است که ما در اون زمان کفش و بگیم محسی و کلاه و پیراهن نداشتیم، چطوره که این بابی چی بود؟ بابی فضیلتی کمبغلی و ناداری. خب، رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 508، وعن عمران ابن الحسيني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، از عمران ابن حسین رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه وسلم که انه قال، هر آینه پیغمبر گفت که خیرکم قرنی، یعنی بهترین شما کسانی هستند که قرنی، در قرن من زندگی میکنند، بهترین شما هم قرنهای من هستند. ثم الذين يلونهم، بعد کسانی که بعد از اینها می آیند. ثم الذين يلونهم، بعد کسانی که بعد از اینها می آیند. قال عمران، پس میگه عمران گفت که فما ادری، پس میگه نمیدانم. قال النبي صلی الله علیه وسلم مرتين یا ثلاثا، گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو بار یا سه بار. همین که ثم الذين يلونهم میگه نمیدونم پیغمبر دو بار گفت یا سه بار گفت، میگه همیرا نمیدونم. میگه ثم یکون بعدهم، بعد می باشد بعد آنها، ثم یکون بعدهم، بعد می باشد بعد این قرنها، یعنی قرن پیغمبر و با قرنهای بعدی پیغمبر، قومی که یشهدون ولا یستشهدون، یعنی قومی که شهادتی میدهند ولا یستشهدون و درخواستی شهادت کرده نمیشوند از اینها. یعنی قومی سفسطگویی که شاهد بشن نشه، هم بگو اومده شهادتی دادن، میگه شهادتی زور و بر دروغ دیگه، یعنی که پروای هیچ چیز ندارن. فهمو؟ یشهدون، شهادتی میدهند، ولا یستشهدون و درخواست شهادت کرده نمیشوند، درخواست شهادت کرده نمیشوند، یعنی که چی؟ یعنی که دروغ بگیم، فریب و این چیزها زیاد میشود. و یخونون ولا یؤتمنون، و خیانت میکنن ولا یؤتمنون و امانت دارین و امانت را بگیم همچون امانت نگاهداری نمی کنند. ولا یؤتمنون یعنی قابل اعتماد نیستند یا امانت دار نیستند. یخونون خیانت میکنند، ولا یؤتمنون یعنی که قابل اعتماد نیستند و امانت دار نیستند. و ینذرون ولا یوفون، و نظر میکنن ولا یوفون و به نظر کردگیشون وفا نمیکنن، یعنی که هر چیز در گردن خودشون واجب میگردونن، نظر میکنن، لیکن باز اون واجب گرداندگی خودشون ادا نمیکنن. ولا یوفون، وفا نمیکنن، که ادا نمیکنن نظر کردگیشون رو. و یظهر فیهم السمن، فیه السمن، و نمایان می شود در بین اونها فربه ها. سیمن یعنی که فربه ها، و در بینشان فربه ها یظهر یعنی که نمایان می شوند، آشکار می شوند، ظاهر می شوند فربه ها.
خب حدیث متفق علیه است. یعنی که دیگه شهادتی و خیانت و نظر وفا کردن نکردن و به این چیزا دیگر کار ندارن، پس دیگر بی پروا میشوند، غم دین و غم برادر مسلماناشون که ندارن، میگه و یظهر فیهم السمن، پس فربه در بین شدن که پیدا میشود. فهمو حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 509 و عن ابی امامه رضی الله عنه قال، میگه از ابی امامه رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم که یا ابن آدم، یعنی ای فرزند آدم، انک ان تبذل الفضل خیر لک، انک یعنی هر آینه تو ای فرزند آدم، ان تبذل الفضل، یعنی که ان تبذل یعنی که بذل و بخشش کنی، بذل و بخشش رو صدقه بدهی، الفضل یعنی که ثروت و مال دنیاییت را، خیر لک بهتر است برای تو، و ان تمسکه شر لک، و این که نگه بداری با خودت، نگه بداری همون مال دنیا را با خودت، شر لک بدتر است برای تو، یعنی که ناخوب است برایت. ولا تلام علی کفاف، ولا تلام یعنی که و ولا تلام و سرزنش نمی کنی، ولا تلام و سرزنش نمی شوی یا سرزنش کرده نمی شوی، علی کفاف بر کفاف، یعنی ثروتی که به اندازه زندگی و به اندازه نیازت است، همین میگن کفاف، یعنی ثروت به اندازه نیاز. پس بگن سرزنش کردن نمیشوی علی کفاف بر ثروتی که به اندازه نیازت است. وابدأ بمن تعول، یعنی شروع بکن، وابدأ یعنی شروع بکن، سر بکن، بمن تعول به هر کسی که نفقش به دست تو است یا در گردن تو است. یعنی که وقتی که بذل و بخشش و تقسیم میکنی مال را، شروع بکن از کسانی که نفقه اشان، یعنی تأمین کردن نفقه اشان در گردن تو هست. رواه ترمذی، و این حدیث را امام ترمذی روایت کرده گه و قال و گفته است که حدیث حسن صحیح، این حدیث حسن و صحیح است. و خب این است حدیث 509. با همین درس امروزه با آخر حدیث 510 انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.